نیلوفر طالبی در شهر لندن متولد شده و دوران کودکی خود را در تهران و اروپا پشت سر گذاشت و در نهایت به آمریکا اومد. او مدرک کارشناسی در ادبیات تطبیقی را از دانشگاه UC ایرواین دریافت کرد و پس از اون دوره کارشناسی ارشد در نگارش و ادبیات را در کالج بنینگتون به پایان رسوند. ترجمه ها و نوشته های نیلوفر طالبی در نشریات معتبر ادبی منتشر شده و او تاکنون جوایز مختلفی رو در زمینه ترجمه دریافت کرده. او در سال 2003 میلادی سازمانی غیر انتفاعی رو با نام پروژه ترجمه با هدف برگردان آثار فرهنگی معاصر ایران به زبان انگلیسی تأسیس کرد. نیلوفر طالبی به تازگی کتاب دلبستگی و یا بیلانگینگ رو که مجموعه‌ای از آثار شاعرای مهاجر ایرانی است منتشر کرده. در این کتاب آثاری از شاعرای 4 نسل معاصر ایرانی به چشم می‌خوره. چهره‌هایی چون نادر نادرپور، اسماعیل خویی، پرتو نوری علا، زیبا کرباسی، مریم حوله، مانا آقایی و چهره‌های دیگر. انتشار این کتاب با استقبال خوبی از سوی صاحب نظران همراه بوده و نقدهای مثبتی هم درباره اون منتشر شده. امشب با خانم نیلوفر طالبی بنیانگذار و سرپرست پروژه ترجمه هستیم و درباره این کتاب و سایر آثار ایشون صحبت میکنیم. خانم طالبی به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما در نیویورک همراه هستیم. بر شما آقای مکری و به بینندگان عزیزتون. خانم طالبی سپاسگزار میشم در ابتدا برامون توضیح بدید که چرا تصمیم گرفتید پروژه ترجمه رو راه اندازی بکنید و یک سازمان غیر انتفاعی تأسیس بکنید تا آثار فرهنگی معاصر ایران به زبان انگلیسی برگردوده بشه. یه مقدار راجع به این برنامه و اهدافی که دارید برای ما صحبت کنید. چندین سال پیش متوجه شدم که آثار معاصر ادبیات ایران واقعا آنچنان که باید به زبانهای مختلف مخصوصا به انگلیسی ترجمه نشده بودن و برای من این واقعا غیر قابل تصور بود که ادبیات ما که خیلی غنی هست، ادبیات قرن 20 و 21مون که به خوانندگان جهانی نرسه. بنابراین این مؤسسه رو بنیانگذار شدم در سال 2003 که بتونیم به این هدف بپردازیم. شما فکر میکنید آیا آثار شاعرای معاصر ایران اون جذابیت ها رو برای خوانندگان انگلیسی زبان داره، میتونه براشون خواندنی باشه و استقبال کنن از چنین برنامه هایی که شما هم دارید اون رو ادامه میدید؟ نمیدیدم که چرا نباید باشه، به خاطر اینکه به هر حال در ترجمه شاعرانی مثل پابلو نرودا و ریلکه و بودلر به زبان انگلیسی آمده بودن و طرفدار خیلی زیادی هم داشتن. بنابراین برای خود منم سوال بزرگی بود که ببینم آیا ادبیات معاصر ما من جمله شعر معاصر ما میتونه خوانندگانی در زبان انگلیسی پیدا بکنه یا نه. و 6 سال پیش که شروع کردم این کارا رو ترجمه کردن، خودم باید میرفتم به کنفرانس های مختلف و به مجله های مختلف میفرستادم تا ببینم آیا حداقل زیر ترجمه من این شعرها میتونن خواننده پیدا بکنن یا نه. و یواش یواش دیدم که ازشون خیلی زیاد استقبال میشه، به خاطر اینکه واقعا تقریبا میشه گفتش که شعرهای معاصر نامرئی بوده در زبان انگلیسی. بنابراین خیلی براشون جالب بود و براشون جدید بود برای خوانندگان انگلیسی که بتونن دریافت بکنن این شعرها رو و ازشون بهره بگیرن. شما به تازگی کتاب بیلانگینگ رو منتشر کردید که من توضیح دادم مجموعه‌ای از آثار شاعرای ایرانی هست به زبان انگلیسی. چرا شاعرای مهاجر ایرانی رو انتخاب کردید و چگونه تصمیم گرفتید که این کتاب شامل آثار این شاعران باشه؟ این یک پروسه بود که حدود 6 سال طول کشید. دلیل اینکه شاعران مهاجر رو انتخاب کردم دلیل به خصوصی نداشت. برای خود من دونستن اینکه شعر ایران در قرن 20 و 21 چی بوده و از کجا به کجا رفته خیلی مهم بود و پژوهش شخصی خود من بود که مطمئنا 10 20 یا 30 سال طول خواهد کشید. بخشی از اون پژوهش رو میخواستم با خوانندگان قسمت بکنم که شد این کتاب بعد از 6 سال. چگونه این شاعران رو برگزیدید؟ خب به عبارتی مجموعه آثار 4 نسل از شاعرای معاصر ایران هست، ولی تصمیم گرفتید اینها رو کنار هم قرار بدید. آیا رابطه خاصی بین آثار اونها وجود داره یا اینکه علاقه و تمایل شخصی خود شما بود که این کارها در این کتاب قرار بگیره؟
3 نسل هستن در کتاب. از 18 شاعری که در کتاب هستن، از هر نسلی که زنده هستن و شعر میگن 6 نفر هستن. بنابراین از 3 نسلی که هستن که الان زنده هستن، من جمله از نسل شادروان آقای نادرپور تا نسل بچه‌های جدیدتر که 30 ساله هستن. اول که شروع کردم برای این پژوهش هیچ لیستی جایی نبود و خیلی وقت طول کشید که بتونم از مجله‌های مختلف، از سایت‌های ادبی مختلف اینترنتی و از شاعران مختلف بتونم اسم فراهم بکنم تا بتونم. من تونستم 140 نفر پیدا بکنم در کشورهای مختلف جهان. از اون 140 نفر حدود 85 نفر رو کارشون رو تونستم خیلی خوب مطالعه بکنم و از اونها 35 نفر رو ترجمه کردم و از اونها 18 نفر در کتاب هستن. و خیلی سخت بود، چندین سال طول کشید، فکر باید میکردم و بعد خیلی پژوهش زیاد میکردم. مهمتر برای من این بود که کسانی که بعد از انقلاب خارج از ایران هنوز به فارسی مینویسن کارشون رو روی حرفه و فنشون کار کردن، روی شعرشون کار کردن و تونستن که با زبان فارسی شعر فارسی رو یه مقدار جلو ببرن. اون برای من مهمترین تعیین کننده بود، فاکتور تعیین کننده بود. چطور چنین نامی رو برای کتابتون برگزیدید؟ خیلی سپاسگزار میشم در این باره توضیح بدید و آیا بین این عنوانی که شما برای کتاب انتخاب کردید و اشعار شاعران ایرانی یا آثارشون به هر حال رابطه‌ای وجود داره؟ چگونه اینها کنار هم قرار میگیره؟ بعد از مطالعه این شعرها متوجه شدم شاعرانی که شعر می نوشتن بین 2 نقطه احساسی بود این شعرها. یکی نقطه longing که همون دلتنگی هستش و belonging که تعلق هست یا دلبستگی. بین این دو نقطه احساسی بودن، تعلق به زندگی حالاییشون و دلتنگی برای زندگی قبلیشون. بنابراین فکر کردم که یک واژه ترکیبی خوبی باشه که واقعا این 2 نقطه رو بتونه بیان بکنه. اسم فارسیش هم که هست دلبستنگی که یک واژه ترکیبی هستش که از شاعرانی که در کتاب هستن خانم زیبا کرباسی لطف کردن و یک واژه جمع و جوری برای ما درست کردن که واقعا مترادف belonging باشه به انگلیسی. بسیار هم جالب هست. اما خانم طالبی، یه نکته‌ای که من همیشه در گفتگوها میپرسم از مهمانانم، برگردان یا ترجمه فارسی به زبانهای دیگه امر بسیار سخت و دشواری هست. خب درباره شعر قطعا سختی مضاعفی پیدا میکنه. شما چگونه این مهم را انجام دادی و در برگردان این اشعار به زبان انگلیسی بیشتر به واژه‌ها و کلمات توجه کردید یا اینکه نه اون معنا و مفهوم کلی رو مورد توجه قرار دادی؟ بحث ترجمه بحث خیلی بلندی هستش و مطمئنا 1 ساعت یا 2 ساعت میتونیم درباره صحبت بکنیم و اتفاقا صحبت میکنم وقتی میرم جاهای مختلف که سخنرانی بکنم. ولی کوتاه اینجا میتونم بگم که در ترجمه شعر هیچ وقت نباید به تک تک لغت ها پرداخت، بلکه باید به نوآوری در زبان پرداخت، به کاری که شاعر زبان اصلی پرداخته باید در زبان جدید، در زبان دوم پرداخت و این کار زیاد آسانی نیست، ولی برای اشخاصی مثل من کاری هستش که خیلی دوست دارم وقتم رو بهش بپردازم. بعد اول خودم رو خیلی تست میکردم، چون اول وقتی که شروع کرده بودم ترجمه مطمئن نبودم که کاری که از دست من برمیاد کاری که بعد با دیگران بکنم یا نه. میفرستادم ترجمه ها رو به جایزه های مختلف و به مجله های ادبی مختلف و ازش خیلی یاد میگرفتم که چه روش هایی کار میکنه، چه روش هایی کار نمیکنه. و وقتی که شروع کردم که جایزه های ترجمه رو بردن و واقعا پرداختم به فن ترجمه، متوجه شدم که تونستیم خواننده پیدا بکنیم برای شعرها و برام خیلی مهم بود که شعرهای دسترسی پذیر رو انتخاب بکنم در این کتاب اول، برای اینکه به هر حال اولین مقدمه هستش به خوانندگان آمریکایی و حتی نسل دومی که اینجا به دنیا آمدن، ایرانی هایی که اینجا به دنیا آمدن. دلم میخواست براشون دسترسی پذیر باشه و متنوع باشه که ترس نداشته باشن از اینکه یک کتاب شعر بردارن. برای من این خیلی مهم بود. خانم